الله متعال به پیامبرش وعده همیشگی داده که تو اگر از میان مردم برخیزی وفات کنی، دین تو نمی میرد، وفات نمی کند. من از قرآن که کتاب و معجزه تو است حفاظت می کنم. الله وعده کرده به حبیبش که من نام تو را روز افزون بلندتر می سازم و دین تو را تا پایان دنیا نگه می دارم و روزگار برای تو آیین تو همواره اقبال و فزونی در بر خواهد داشت. این وعده الهی را مولانا در مثنوی خود خیلی زیبا می آورد. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن راز قرآن مانعم. رونقت را روز افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. چاکرانت شهرها گیرند و جا، دین تو گیرد زی ماهی تا به ما. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله فرشته هایش به پیامبر درود میفرسته. ای مؤمنین شما نیز به او جناب درود بفرستین، سلام شایسته کنین و همواره تسلیم سنت های او بوده باشین. رسول نازنین ما محمد مصطفی، ذاتی که ستوده شده آسمان و زمین است، محبوب و مقبل در دنیا و عقباست، محبوب خداست و در دلهای مؤمنین صدرنشین است. در جهانی که انسانهای حاقد میکوشند نامش را کم بزنند، الله وعده کرده که نام تو بر زر و بر نقره زنند. و اما قسم که مولانا در اخیر گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. پس بیاییم که ما هم بخشی از این زنجیری ارادت باشیم، درود بفرستیم، ابراز ارادت کنیم و بر سنت و نهج و شیوه جناب رسول الله علیه السلام زندگی بکنیم. هر درود ما نوری است که بر جان ما دوباره فرو میتابد، کام ما را شیرین می سازد، راه ما را روشن می کند. جنابشان فرمودند من صلی علی واحده صلی الله علیه عشره. هر سلامی که به پیامبر بفرستیم به گوش جان پیامبر می رسد. این لله ملائکة یبلغونی من امتی السلام. حدیث نسائی شریف است. خداوند فرشتگانی داره که سلام امتم را برای من می رساند. و فراموش نکنید که پیامبر علیه السلام فرموده این من افضل ایامکم یوم الجمعه فاکثروا علی من الصلاة فیه فان صلاتکم معروضة علی. ابن خزیمه می آوره حدیث در صحیح خود. روز جمعه الهی ترین فرصت برای فرستادن صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، لحظه هایی که درود ما مستقیم به محضر جنابشان میرسد. و الله در قرآن فرموده هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یعنی درود ما بر پیامبر سببی است برای درود خدا بر ما. و او درود ما را از تاریکی های روزمره، از تردیدها، از ابهام ها، از مشکلات، از سختی ها رهایی می بخشد و به سوی موفقیت ها، تصمیم های درست و مبتنی بر آگاهی و به سوی آرامش می برد. پس بیاییم که ارادتمند جناب رسول الله علیه السلام باشیم. دعا کنیم برای رفعت او و دین او و سنت او،
زندگیمان را به رنگ رسول الله و سنتهایش در بیاریم و با تسلیم در برابر فرمان الله و فرمان او دلمان را به قافله دوستدارانش گره بزنیم. اللهم صل و سلم و بارک على سيدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین.